یه دقیقه رد نکن. من CK کریپر هستم، اومدم در خدمت شما. وینچار چردم بذاریم بریم هوا. الان خطر من از این ویدیوش هیچی نه اینکه ویدیو کاملا بیمندی باشا. سلام و احوال پرسی. انتقام از این گوسفند بدبخت که نمیدونم چی کار کرده، ولی باید ازش انتقام بگیرم. نگاه کنید بچه ها، باید سابسکرایب کنید. بذار فالومی چقدر باله دشمی ما این نگاه کنید. بس باید بیا اینجا بذار اینجا رو دوست کنم. هی نمیشه آدا اشکال نداره. نگاه کنید ما تو این کانال میخوایم لایو بذاریم، ویدیوی لانگ بذاریم، شورت بذاریم، شروع کنیم، لانسی کنیم، هر کاری که بگی میتونیم. یعنی هر کاری که بگی میتونیم. خب الان سابسکرایب کن. اونی که سابسکرایب کن میگم دیگه. آفرین این دست برامونی بود که سابسکرایب کرده. خودم که سابسکرایب نکردی میدونم بعضیاتون با من اعتماد ندارین. باش من چند تا ویدیو دیگه میذارم، شما از اونا با من آشنا بشین و بفهمین بچه خوبیم و سابسکرایب کنین دیگه. لا اما من این هدفم از پرتاب وینچار چیه رو نمیدونم. آی چجوری باید این رو میذاشتیم؟ اینجوریه. به کانال من خوش اومدین. به منم سابسکرایب بکن دیگه. یه لحظه من حق ندارم کاری کنم در رابطه با سابسکرایب، اما ممکنه کسی که سابسکرایب نکرده اینجوری بهش بگم. چی؟ هنوز سابسکرایب نکردی؟ واقعا ازت برات متاسفم.